امروز تنها خودش لبخند میزد. بقیه که همیشه با دیدن او لبخند میزدند امروز لوحه میکشیدند. اجل یکی از محبوب ترین حجونگاران در بین مردم تاجیکستان را در 57 سالگیش از آنها گرفت. واقعا یک تا بودن ابوالدین عبداللهیف یک خیلی هنرمند، شخصیتی که هم هنرمند بودن هم بیرون از هنرشون هم یک شخصیت خاکساری زمینی بودن. فکر میکنم که خیلی هنرمند دیگر ما نداریم. در واقع صدها حمدیار و مخلصان علاءالدین عبداللهیف برای ویدا با هنرپیشه آمدند که با تئاتر یک هنرمندش یا با صحنه‌های هجوی معروف است که خودش همه نقش‌ها را در آن اجرا می‌کرد. نمیدونم هیچ ندیدم که وای خدای ندیدم نه با فکرم این گپای تو با مرا تعلق دارن. هوا با تو تعلق دارن با مسافریم سویدی. مراسم ویدا با هنرپیشه در خانه‌اش در شهر باختر صورت گرفت، شهری که علاءالدین عبداللهیف سالها آنجا کار کرده است. سبب مرگش را نگفتند ولی همکارانش میگویند از فشار بلندی خون رنج میکشید. این لحظه هیچ یک هنرمند آزاد سخن کردن نمیتونه. از اون خاطر که این شخصیت هم هنرمند بود هم انسانی بلند بود. انسانی بود که سالهای دراز با ما در تئاتر و در ریاست فرهنگ همکاری داشتن. همچون طراحی ریاست فرهنگ ولایت هم باشن، اگر با عالی‌ترین هنرمند با عالی‌ترین کارکنی تکنیکی حتی مؤسسه فرهنگی ولایت همچون برادر، همچون یک همکار، همچون یک شخصیت بسیار با معرفت هم صحبت می‌کردن. شاید از سکته دل باشد از بین ما رفتن. و در محل ویدا و در شبکه‌های اجتماعی در گذشت علاءالدین عبداللهیف را تلفات عظیم برای فرهنگ و تئاتر تاجیکستان خواندند. گفتند که با رفتن او لحظه‌های شادی و خنده و تبسم مردم کمتر می شود. او که در تئاتر باختر کارگردانی میکرد میگفت خود مردم الهامش میداد. ما در یک شهر بویه رسیدم که چون که شما گفتید مردم محل‌های گوناگونی تاجیکستانند، مردم گوناگون میلتند و با آنها که با بویه رسیدم بیاستم گویش و گپزنی آنها در من بسیار قبول بود. یعنی من الله که آنها رو از کودکی با ثبت کرده گرفته بودم، در یک جای گذاشته بودم، در یک صندوقی گفتی گپای هنری خویش که آنها روزی مبادا من را کشاده استفاده برم. صحنه‌های علاءالدین عبداللهیف که در تلویزیون‌های دولتی با نام شوخی‌های علاءالدین نمایش داده می‌شد از سربیننده‌ترین برنامه‌ها بود. در آزمون‌های بین‌المللی هنری در آسیای مرکزی هم داوری کرده است. قبلا با دیدن حجب‌های این هنرپیشه می‌خندیدند و با او آفرین می‌خواندند. از این بعد می‌خندند و روانش شاد خواهند گفت.